آره داداش یوتیوب فارسی خیلی غنی شده، مثلا ویدیوهایی که به من نشون میدن نگاه کن، سعی کن پاره نشی. خب داداش من همین الانشم پاره نیستم، چرا باید بیام ویدیو تو رو ببینم که سعی کنم پاره نشم؟ یا اجرایی که نزدیک بود به قیمت جون داوران نسل جدید تمام بشه، اونجای دروغگو. اگه من کلیک بکنم اون نقد بمیرن توف میفرستم تو کانالت. من طرزکو دوست دارم، حالا کاری بینش ندارم، کدوممون میبره این چیه؟ خب من از کجا بدونم؟ دست خودته، چرا من باید کلیک کنم بفهمم چیه؟ بگو دیگه. پرفروش‌ترین فیلم‌های جهان پول هم شده مثلا ویکی‌پدیا، یا پرفروش‌ترین فیلم جهان، یا نمیدونم کم فروش‌ترین تأخیری جهان. خب چی داری می‌کنه؟ خب ویدیو کمتر بده دیگه، روزی یه دونه ویدیو آپلود می‌کنه. شبنامه قسمت 6 بنده خدا نمیدونم، احتمال میدم این کار فرهنگی خواسته، نه سالمو قالی است. شانس مایه. فکر نمی‌کنم 435 تا بیشتر ویو نخورده. خب می‌خوام یه چیز خیلی عجیب بهتون نشون بدم. میایم اینجا سرچ می‌زنیم how become an astronaut. می‌زنیم می‌بینید که 400 کا 130 کا 36 کا، یعنی عملاً روز دیگه، یعنی هیچی دیگه. بین این 8 میلیارد 9 میلیارد آدم، حالا بگید 1 میلیاردش هم تو یوتیوب باشه، کلاً 400,000 نفر هستن که دلشون میخواد استرنال بشن. حالا میای اینجا سرچ میزنی، سعی کن نخندی. آها میبینی که 994 که اونم تو یوتیوب مزخرف فارسی، 481 میلیون. نه خب بچه مردم اینو میبینه و این دردناکه که بعداً به جایی که بخواد Doctor, lawyer, teacher, plumber, astronaut میخواد بیاد که سعی کن نخندی بده بیرون. حالا که اصلا اینجوریه توف تو یوتیوب و شما رو بعد حساب کنین، نمیتونم به شما فوش بدم. حالا که اینجوریه منم دلم میخواد که سعی کن نخندی بدم بیرون، برای اینکه زرم متفاوت بشه اسمشو میذارم سعی کن کونت پاره نشه. چی میخورم؟ ریسترایک میخورم اینو. ماشاءالله ماشاءالله. آها بیام ببخش. My Barbie girl in a Barbie world. Life is plastic. It's fantastic. یه سوال دارم، خیاره چه انقدر گنده است؟ نمیدونی که اصلا هم نخندیدم. خب ویدیو همین بود، امیدوارم من دیدید که نخندیدم و امیدوارم چند میلیونی فالوور بگیرم با همین سبک. موفق باشید، بزنید به چپ.